سلام به همه دوستان عزیزم. امروز آموزش برش پارچه رو داریم، یعنی اینکه چجوری الگو رو بذاریم روی پارچه و برش بزنیم. که من امروز الگوی آستین کوتاه ها میخوام براتون آموزش بدم که حتما باید پارچه رو پشت و رو کنید و الگو رو بذارید روش. بعد از اینکه الگو رو روی پارچه گذاشتین حتما باید راستگیری آستین رو انجام بدین. راستگیری رو چجوری انجام میدین؟ از خط مرکزی آستین تا لب ترکی پارچه متر میذاریم. اگه از این فاصله تا اینجا 25 سانتی بود مثلا، این پایین تا پایین آستینمون همین 25 سانت باید انجام بشه. همینطور که میبینید من راستگیریشو انجام دادم، هم بالا هم پایین، همونجور که متر رو میبینید 28 سانتی متر رو گذاشتم و این راستگیری آستین انجام شد. برای برش زدن پارچه، برای اینکه تکون نخوره و این راستگیریتون تغییر نکنه، باید الگو رو با سوزن به پارچه وصل کنیم تا بتونیم به راحتی برش بزنیم. خب من سوزنمو به پارچه زدم، الان الگو کاملا فیکس شده به پارچه. برای اینکه برش بزنیم حتما باید جای دوخت بذاریم. جای دوخت واسه آستین پایین دور تا دور 1.5 تا 2 سانت میذاریم، ولی خب 1.5 سانت خیلی بهتره. با مداد صابونی یا صابون پاندان میتونید دور تا دور 1.5 سانت علامت بزنید و بعد با قیچی برش بزنید. من 1.5 سانتامو دور تا دور آستین علامت زدم و از این علامتی که زدم با قیچی پارچه رو برش میزنم. همینطور که شما دوستای عزیزم میبینید من دور تا دور الگومو قیچی کردم و برش پارچه آستین ما به این زیبایی به اتمام رسید.